صبح خیر کدبانوانی عزیز با کانال کلچقند خوش آمدید. این خمیر در یاد شما هست؟ بله، این همون خمیر کراسان است که من اگر خطا نکنم 2 ماه پیش اون رو تیار کرده بودم و با این خمیر اونقدر یک روز آواره شدم، دلگیر شدم از این خمیر که بعد اون همه خیلی برده در یخدان گذاشتم و حالا این صبح اون رو برآوردم. بله، کمتر قهرم پس شد. اکن از خمیر دلگیر شده بودم همان روز و خمیر رو برآوردم. البته این هزل است. خمیر رو حاضر برآوردم در حرارت آشخانه. هوا امروزها که گرم است، پیچونیده 1 ساعت گذاشتم. الکی خمیر ملایم شده است. تنها کمتر تنوک کردم برای که قریب 2 ماه بود خمیر ایستاد، کمتر غفصر شده است. برای این کمک زیاد نه، کمک تنوک کردم و از دو طرف 10 سانتیمتری میگیریم و بعدا هر یک تای اون رو به سکونجه ها تقسیم میکنیم، همون گونه که در نوار میبینید. من فکر میکنم طرز بریدن اون به همه معلوم و فهم است. و بعد بریدن البته که اون رو به شکل همون رولت گویم، کراسان گویم میپیچونیم و بعدا 1 ساعت رویش رو با سرچاق یا دستمال پیچونیده میمونیم. این حتمی هست و بعدا در تفتون میپزیم و برای رویش 1 زرده تخم و 2 قاشق شیر گرفتم، حاضر پیچونیده میمونم و بعدا رویش رو تخم و شیر مونده به تفتون میگذارم. تفتون رو گرم میکنیم و در حرارت اول 10 دقیقه در حرارت 200 درجه میگذاریم و بعد حرارت رو پس میکنیم. من 170 درجه گرفتم. 170 درجه 20 دقیقه تا پورا، تا زمانی که پورا سرخ شود و حاضر بریده بعدا داخلش رو نشان میدهم. بعد خودتون میبینید که صفتش چگونه آمده است. خب حاضر من لالی دویم رو به تفتون میگذارم و بازم اول حرارت رو 200 درجه میکنم 10 دقیقه و بعدن که قریب سرخ شدنش آغاز شد حرارت رو پایان میکنیم تا درونش خوب پخته شود و از همین مقدار خمیر من 13 دانه از همین گونه کراسان گرفتم که باور کنید 1 تاش رو شخص میخورد سر میشود و میخوام بگویم که این کاری است که من باری اول کردم و از صفت کاری خودم راستی من اونقدر نمیگویم که قناعتمند هستم، ولی چیزی که در همین صبح مهم بود واقعا یکمش بوی خوش نمون مسکه است. هم بوی خوش دارد، هم مزهش خیلی خیلی خوشمزه آمد. خب لالی دویمم پخت و حاضر من همه آنها رو گذاشته چای رو هم دم کردم و بعدا بریده داخلش رو نشان میدیم. البته از اون کراسان ایدئالی که باید ورقهایش جدا جدا ایستاده باشند، حالا کراسان های من دورتر هستند. این باری اول هست. برای من هم این یک تجربه بود و مهم باز میگم که خوشمزه بودن. شاید من دوباره به این خمیر برگردم، من خودم حالا نمیدونم، ولی به هر صورت اگر از این دستور استفاده کنید من فکر میکنم پشیمون نمیشوید، چون مزهش در حقیقت خوشمزه است. حاضر من در آخر ویدیو بریده داخل کراسان رو نشان میدهم و بار دیگرم میگویم که از اون کراسان های ایدئالی که ورق باید از روی قاعده همین گونه باشد، کراسان های من حالا دورتر هستند، ولی مزهشون از همونایی که میخریم باور کنید خانگی فکر کردم با مزه تر اومد. و اگر در ویدیو قبلی وقتی که خمیر رو کردیم و 1 دانهش رو من برای سنجش بریده پخته بودم، اگر در یاد شخصانی که ویدیو رو دیده باشند داخلش نقص پخته نشده بود. این دفعه که ما حرارت رو تغییر دادیم بینید که نتیجه خوب گرفتم. درونش خوب پخته شد، تنها ورقهایش کمتر هست
ва дар яке аз хоҳарҳо ба ман навишта буданд ки ба ҷои маска аз маргарин истифода кунед, он вақт варақҳояш нағз меояд. барои ҳамин ҳарчанд ки ин хамири хеле дилгиркунанда ҳаст, шояд ман бори дигар баргардам ва баъдан таҷрибаҳои худро гӯям. ҳозир дохилашро мебурам ва худатон бубинед. то видеои дигар, дастури таомҳои дигар, худованд нигаҳбони мову шумо. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. то дидор дӯстон.